پرسش‌های زیادی در مورد تکنیک دوراب چپ یا چپ دوراب یا دوراب وارونه از من شده. این تکنیک بهش ریزک یا ریز ناقص، دوراب از چپ و مواردی از این قبیل گفته میشه و من نامی متفاوت برای اون گذاشتم، وادوراب. وادوراب میشه گفت در سیستم‌های آموزشی یک تکنیک جدیدی است که بهش پرداخته شده. در گذشته احساس میشد که این ادامه همون تکریزه و واقعا هم همینطور هست. یعنی وقتی ما تکریز رو شروع می‌کنیم بزدن، این تکریزها تک‌ها که فاصله‌هاشون کمتر میشه، دوراب چپ ایجاد میشه، چپ راست چپ. بعد از تک اصلی تکریز یه چپ راست چپ میزنیم و بعد میریم سراغ نوت بعد. حالا اگر این تکریز ما اشاره داشته باشه، مثلا سی به دو اشاره میخواد بکنه، سی، در حالتی که میخوایم با فاصله از نوت تک این اشاره رو اجرا کنیم، طبیعتا چپ راست چپ ریز ما میفته رو نوت دو، نوتی که اشاره داره و این وادوراب روی نوت دو تشکیل میشه. انگار که چپ راست چپ ما در اینجا شکل گرفته، راست بعدی هم که نوت بعدی هست روی سی. که نخستین بار آقای ارشد طهماسبی در توضیح تکنیک‌ها در انتهای کتاب جواب آواز استاد محمود کریمی این تکنیک رو معرفی کردن و نشانه برعکس دورابی که آقای علیزاده استفاده میکنه برای اون انتخاب کردن که بعدها توسط آقای کیوان ساکت هم به اون بیشتر پرداخته شد و در مجموعه کتاب گزیده ردیف موسیقی ملی ایران نوشته آقای ساکت این نشانه بسیار به کار رفته. بنابراین روی نوتی که علامت وادوراب قرار میگیره ما اون رو روش یک چپ راست چپ اجرا خواهیم کرد.